در یک نشست خبری در دمشق در روز هفتم می والد معلم گفت حکومت امیدوار است نیروهای مسلح مخالفان سازش حاصل شده با میانجیگری روسیه و ایران و ترکیه را رعایت میکنند. منطقه ایدلیب یکی از منطقه های تشنج زدایی است. جبهه نصره، احرار الشام و دیگر نیروها اینجا فعالند. گروه هایی که سازش آتش بس را امضا گذاشتند باید جبهه نصره را از این منطقه بیرون کنند تا تشنج کاهش یابد و کفیلان باید به آنها در این راه کمک کنند. حتی تصبح هذه المناطق سازش کاهش درگیری ها در سوریه هفته گذشته در استانه حاصل شد. والد معلم گفت در منطقه‌ای که باید سازش آتش بس رعایت شود هیچ گونه نیروهای بین المللی نخواهند بود. ولایت ادلیب، حاشیه‌های هومس، شهر غوطه و ولایت‌های در آب قنای تره منطقه‌های تشنج زدایی انتخاب شدند. سازش برای 6 ماه عمل می‌کند و در صورت موافقت تمدید کرده می‌شود. اسد الزوبی یکی از پیشوایان مخالفان سوریه سازش را تنقید کرد. المستفید الاول هو النظام والروس. از این سازش فقط رژیم و روسیه منفیت می‌بینند، چون که آزادی حرکت، آزادی تیراندازی خواهند داشت. بخصوص روسیه بندی را اضافه کرده است که به آن اجازه می‌دهد در صورت کشف عنصرهای داعش به این منطقه‌های آرام ضربه زند. این بند به روس‌ها اجازه می‌دهد هر روز در این منطقه‌ها ضربه زنند. در جنگ سوریه که تقریباً 6 سال از آن می‌گذرد تا کنون صدها هزار نفر کشته و میلیون ها نفر دیگر بی خانمان شدند.